دوستان عزیز، خواهر ما روبینا، شوهر اینا میشه مدت مفقود است و قسمی که اینا تجسس کردن معتاد به مواد مخدر شده بود و مدت زیادی است که به خانه نامده. تفلکایی را که نگاه میکنین، این مادر بزرگوار 2 بچه‌ک و 1 دخترک داره. هیچ نانآور خانواده دیگه کسی نداره، سرپرست نداره، ماهانه مقدار کرایه خانه هم میده جایی که زندگی میکنن. خودش هم عملیات شده، شدیداً رنج میبره، متاسفانه وضعیت زندگی خرابی داره، در یک جای زندگی میکنه یا در یک اولی زندگی میکنه که صاحب اولی یک نفر است که مالدار است و ای را یک از اتاقا را داده است. بیاین که در ماه مبارک رمضان نیازمندان را قلبشان شاد کنیم. با $80 شما میتونین که یک خانواده 2 تا 5 تا 10 تا بر اندازه که استطاعت و تواناییتان است این فامیلا را دستگیری و کمک کنین. لینک ها مشاهده میکنین و السلام علیکم و رحمت الله.